میگه اونایی که اینجاهاشون میریزه خوشتیپ میشن، اونایی که اینجاهاشون میریزه زیاد فکر میکنن، اونایی که همش ریخته فکر میکنن خوشتیپن. یه آقای آبادانی اون موقع اومد توی تهران، سوار اتوبوس شد، بعد بلیت اتوبوسش مال همون اتوبوسای آبادان بود. بعد آقای راننده اتوبوس بلیتو گرفت و گفتش که این بلیت آبادانه. گفت سواد نداری؟ نوشته آبادان و هومه. هومه. یه روزی آقای رفت توتی بخره. گفت آقا این توتی چند؟ گفت این توتی 5 میلیارد تومان. گفت آقا چه خبره؟ گفت این توتی گلستان و بوستان و حفظه. گفت این یکی چند؟ گفت این 10 میلیارد تومان. گفت چرا؟ گفت بوستان و گلستان و شاهنامه رو این حفظ. یه توتی اون چند نشسته بود اینجا واسه خودش. گفت اون چند؟ گفت اون فروشی نیست. گفت نه واقعا چرا؟ گفت اون خیلی قیمتش بالاست، فروشی نیست. گفت چنده مثلا؟ گفت اون 40 میلیارد تومانه. گفت 40 میلیارد چرا؟ چی حفظه؟ گفت نمیدونم تا حالا چیزی نگفته، ولی این دوتا صداش میکنن استاد. اختلاف طبقاتی رو تو جامعه در 2 تا کلمه فهمیدن. گفتش که وایسا بود، گفتش که آقای بنز اونجا لطفا حرکت کن. آقای بنز حرکت کن. آقا اون چه طبقه فهمه؟ آقای بنز پراید تو کجا میری؟ پاس گل لذتش بیشتر یا به ثمر رسوندن گل؟ جفتش خوبه. بستگی به بازیش داره ولی جفتش خوبه. من خودم با آقای دایی 3-4 تا پاس گل دادم، الان بهش میگم از اون گلایی که زدی 3-4 تاشو من دادم، میگه خفه شو اصلا من یادم نیست. آقا پیجوان توی که مصاحبه‌اش میگه چند تا پاس گل من دادم به علی دایی. نظر جدا آقای دایی واقعا پاس گل یادت هست این همه گل؟ نه این که این فکر کردم که نه خدا وکیلی شاید من زندان آقا الان با 20 میلیون چی میشه خرید؟ پراید اون دوستمون که خارج بوده گفتم گفت پراید میشه خرید. زندان بوده. زندان بوده خارج. کی اومدی بیرون؟ سلامتی آزادی. میگه با 20 میشه پراید خرید. خوش به حالت به خدا. هنوز سوزم. چه کیفی میکنی؟ راحت. شما 20 میلیون داشتین چی میگرفتین باش؟ من ببین آخه بستگی داره چجوری نگاش کنی. هم به نظرم 20 میلیون خیلی خیلی کمه الان تو این دور زمونه. حداقل 20 تا تبلت خرید برای دانش آموزایی که ندارن. چی 20 تا چی نمیشه با 1 میلیون تبلت گرفت الان؟ 1 میلیون الان بوس نمیده چیز ببخشید. واقعا